کافکا و عروسک. روزی کافکا در پارکی قدم میزد. دختر بچه ای را دید که گریه می کرد. وقتی از او پرسید چرا ناراحت است گفت عروسکم را گم کردم. کافکا برای آرام کردنش گفت شاید عروسک به سفر رفته باشد و قول داد فردا برایش خبری بیاورد. فردای آن روز کافکا با نامه ای آمد. نامه ای که خودش نوشته بود اما از زبان عروسک. دختر عزیزم، نگران من نباش. به سفری رفتم تا دنیا را ببینم. برایت نامه خواهم نوشت. از آن روز هر هفته کافکا نامه‌ای تازه می نوشت. در هر نامه عروسک از جاهای جدید می نوشت. تا اینکه یک روز کافکا عروسکی تازه آورد و گفت سفر عروسک تمام شد ولی کمی تغییر کرده، مثل هر کسی که سفر می کند. سالها بعد آن دختر که حالا بزرگ شده بود درون همان عروسک یادداشتی پیدا کرد با دستخط کافکا. هر چیزی که دوستش داری شاید روزی از دست برود، اما عشق در قالبی تازه باز می گردد. کافکا به اون دختر نشون داد که وقتی چیزی رو از دست میدی ممکنه دیگه دقیقاً همون رو بر نگردونی، اما احساسی که بهش داشتی میتونه در قالبی دیگه ادامه پیدا کنه. یعنی به جای اینکه با فقدان بجنگی یاد میگیری ازش چیزی برای زندگی بیرون بکشی. اگه توی مسیر زندگی کسی رو از دست دادی و در سوگی، یادت باشه قرار نیست فراموشش کنی یا وانمود کنی خوب شدی. سوگ زمان نمیخواد، معنا میخواد. یاد بگیر مثل کافکا اون عشق رو در شکلی تازه ببینی، مثلا در خودت که بعد از تجربه سوگ آدم دیگه ای شدی. اگه سوگی رو تجربه میکنی اجازه بده تخیل، امید و معنا در قالبی تازه وارد زندگیت بشن. هر چیزی که دوستش داری شاید روزی از دست برود، اما عشق در قالبی تازه باز میگرد.